به نام خداوند بخشنده مهربان. وقت همگی بخیر باشه. طبق قولی که بهتون دادم اولین جلسه خودشناسی رو داریم با هم دیگه شروع میکنیم. به نظرم لازمه که یه مقدار اول در مورد خودم بهتون توضیح بدم که چه کسی هستم که دارم این جلسات رو برگزار میکنم و بعد در مورد روال جلسات یه توضیح کوتاهی بدم و بریم سراغ جلسه اولمون. من الهه کمالی دهقان هستم، متولد 1361، فارغ التحصیل رشته مددکاری در مقطع کارشناسی ارشد و رشته روانشناسی. حدوداً 10 سالی هستش که توی دانشگاه این رشته رو تدریس میکنم. کارگاه‌های متعددی برگزار کردم، با سازمان‌های مختلفی برنامه داشتم و به خاطر اینکه خودم از خودشناسی خیلی بهره بردم و خیلی اتفاقات قشنگ توی زندگی افتاد که حالا در طول جلسات براتون بخش‌هایش رو توضیح میدم، تصمیم گرفتم این جلسات رو به صورت رایگان براتون برگزار کنم و حتی این رو هم توضیح میدم که چرا رایگان داره جلسات برگزار میشه. من سالها جلسات خودشناسی خودم رفتم، کنار اساتید مختلفی حضور داشتم و حالا تصمیم گرفتم این جلسات رو با شما بگذرونم. روال جلسات خودشناسیمون به چه صورت هستش؟ ما اول میایم در مورد گذشته با هم دیگه یه مقدار صحبت میکنیم که ببینیم رو حال حاضر ما چه تأثیرهایی داشته، بعد میریم سراغ حال حاضر و ببینیم که اصلا الان داریم چجوری زندگی میکنیم و بعد سراغ آینده میریم که اصلا دوست داریم آیندهمون رو چجوری ترسیم کنیم. یه پستی هم توی این اینستا براتون گذاشتم، کامل سرفصل ها رو قرار دادم، اما این سرفصل ها اینجوری نیستش که کاملا بسته شده باشه و ما نتونیم انعطاف ناپذیر باشه. نسبت به جلساتی که ما با همدیگه داریم، پرسش و پاسخ هایی که شما انجام میدین، جلسات پرسش و پاسخی که به صورت آنلاین برگزار میکنیم، مطالبمون رو میتونیم گسترده تر کنیم و با همدیگه بحث و گفتگو انجام بدیم. من متعهد میشم هر چیزی که تو این سالها یاد گرفتم و به من توی خودشناسی کمک کرده از صمیم قلبم و با تمام وجودم در اختیار شما قرار بدم و میخوام شما به خودتون تعهد بدین، به من نه، به خودتون تعهد بدین که با تمام وجود روی این تمرین ها کار کنین، چون دیگه واقعا هیچ بهونه‌ای برای تغییر نکردن فکر نمی کنم وجود داشته باشه و شما نمیتونین بعدها پیشگاه خداوند بیاین بگین که من پول نداشتم نتونستم رو خودم کار کنم، من زمان نداشتم من نتونستم رو خودم کار کنم. ببین همه این بهونه ها با این جلسات داره از شما گرفته میشه و امیدوارم که یه ارتباط عمیقی بین من و شما شکل بگیره و شما بتونین توی مسیر خودشناسی قدم بردارین. حالا بعدها دوست داشتین با هر استاد دیگه، با هر فرد دیگه کار رو پیش ببرین، هیچ اشکالی نداره. مهم اینه که شما رو خودتون کار کنین، روی شناخت خودتون کار کنین، ببینین که چرا یه سری اتفاقات داره توی زندگیتون میفته و بتونین اونها رو تغییر بدین. و چرا من اصلا تصمیم گرفتم روی خودشناسی کار کنم؟ اصلا خودم، من یه فردی بودم که خیلی تم مظلومی داشتم، خیلی نمیتونستم حرف بزنم، البته توی اجتماع و توی دانشگاه چرا، ولی توی محیط خانواده خیلی نمیتونستم صحبت کنم. بیشتر فکر میکردم اگر که مظلوم باشم، اگر چیزی نخوام، اگر خواسته ای نداشته باشم، آدم ها بیشتر به من احترام میذارن و این هم ریشه داشته. حالا توی جلسات وقتی با هم دیگه صحبت میکنیم متوجه ریشه هایی که یه سری باورها در درون ما شکل میده، شما متوجه اون ریشه ها میشین و این در من ریشه داشت و من متناسب با همون زندگیم رو داشتم طی می‌کردم. خیلی اتفاقهای مختلفی توی زندگی من میافتاد، با همه این که سعی می‌کردم که مهربان باشم، آدم در دسترسی برای آدم‌های دیگه باشم و احساس خوبی رو به آدم‌ها بدم، ولی نتیجهش بعضی موقع‌ها مطلوب نبود. من احساس می‌کردم که خیلی موقع آدم‌ها منو دوست ندارن، برام ارزش خاصی قائل نیستم، من نمیتونستم حرفم رو بزنم، خواسته‌هام رو بیان کنم، خیلی از خواسته‌هام سرکوب میشد و خیلی اتفاقهای دیگه.
وقتی که وارد جلسات خودشناسی شدم اصلا روال زندگی من تغییر کرد و بعد از یه مدتی من احساس کردم که یه الهه دیگه ای رو دارم در درون خودم متولد میکنم. یه آدم دیگه ای از من داره به وجود میاد و اون کسی که داره این آدم رو به وجود میاره خود من هستم. من شناختم که چه اتفاقهایی در گذشته باعث شده که من این مدلی باشم و اصلا باید به آیندم چه مدلی نگاه کنم و چه تغییراتی رو باید توی زندگی خودم ایجاد کنم. و حالا دوست دارم تمام اونها رو با شما سهیم بشم، چون میدونم که همه شمایی که الان توی این جلسه هستین تصمیم گرفتین یه تغییراتی توی زندگیتون ایجاد کنین و بهتون تبریک میگم که دارین توی این مسیر قدم برمیدارین، چون هر کسی جرأت این کار رو نداره. برای ما راحت تر از همه اینه که همه موردهایی که داره توی زندگیمون اتفاق میفته، همه مشکلاتی که داریم توی زندگیمون رو یا گردن پدر مادرمون یا گردن جامعه یا گردن همسرمون یا گردن اتفاقهایی که ما بهش هیچ کنترلی نداریم بندازیم و بیایم بگیم که اونها باعث شدن ما این شرایط رو تحمل کنیم، اون شرایط برای ما به وجود بیادش. و من مبرا هستم از همه اینها. من تمام تلاشمو کردم، من بهترین خودم بودم، من اوکی بودم و اونها هستن که باعث شدن که این اتفاقات تو زندگی من بیفته. یا اینکه برگردم بگم که اگر من این مدلی هستم و اگر من یه سری کارا رو نمیتونم انجام بدم تقصیر اونها هست، پس دیگه تقصیر من نیست و مسئولیت همه اتفاقها رو گردن اونها بندازم. اما شمایی که اینجا هستی تصمیم گرفتی که یه متفاوت به این ماجرا نگاه کنی، تصمیم گرفتی که زندگیت رو خودت تغییر بدی، تصمیم گرفتی که زندگی رو در دستان خودت بگیری، کنترل زندگی تو در دستان خودت باشه، نه در دستان همسر، فرزند، مادر و پدر و تمام اون اتفاقای ناگواری که توی زندگی تو افتاده. اگه کماکان داری، یعنی افرادی هستن که دارن مسئولیت نشدنهاشون و نرسیدنهاشون رو به گردن اتفاقهای بیرون میندازن، یعنی کنترل زندگیشون دست اون موارده. و اگه تو اینجا هستی بهت تبریک میگم، یعنی واقعا تصمیم گرفتی که یه سری تغییرات رو توی زندگیت ایجاد کنی و من میخوام بهت بگم که مسیر خیلی قشنگی رو شروع کردی، چون اگر تداوم داشته باشه این مسیرت و اگر بیای با هم دیگه قدم به قدم با هم پیش بریم، تمرین ها رو انجام بدی، کارها رو پیش ببری، خیلی اتفاقهای قشنگی توی زندگیت رقم میخوره و تو یه آدم جدیدی رو از خودت ایجاد میکنی که واقعا وصف نشدنیه و انقدر هیجان انگیزه این کار. اونهایی که مادر شدن لحظه تولد فرزندشون رو به یاد بیارن میدونن که چقدر اون لحظه هیجان انگیزه و چقدر لذت بخشه و شما فکر کنید که این کار رو برای خودتون انجام بدین، اون موقع واقعا اصلا یک لحظه خاصی خواهد بود و امیدوارم همتون این لحظات خاص رو توی زندگیتون تجربه کنید. من یه مقدار اول میخوام در مورد روال تغییر توی ذهنمون و شاید چالش هایی که توی این جلسات شما باهاش روبرو بشین باهاتون صحبت کنم، یه ذره دیدتون رو باز کنم، یه ذره بهتون بگم چه اتفاقایی خواهد افتاد و بعد جلسات رو با هم دیگه پیش ببریم. چند مورد رو میخوام برای شروع بهتون بگم. یکی این که دست از کنترل کردن دیگران برداریم. اگه اومدین اینجا و قراره یه سری تغییرات رو تو خودتون ایجاد کنین، خواهش میکنم چیزهایی که یاد گرفتین رو برای خودتون نگه دارین و سعی کنین رو خودتون شروع کنین کار کردن. و وقتی شما کار کنین رو خودتون و تغییرات توی شما ایجاد بشه، آدم ها میان ازتون میپرسن و از به شما میگن که تو چی کار کردی که این تغییر ایجاد شده، تو چی کار کردی که انقدر آروم شدی، تو چی کار کردی که انقدر بشا شدی، تو چی کار کردی که انقدر فعال شدی توی زندگیت و چه اتفاقهایی توی زندگی تو افتاده. و اون موقع اگر آدم ها از تو سوال پرسیدن که چه اتفاقی افتاده، اون موقع تو میتونی این جلسات رو بهش معرفی کنی و بهش بگی که برو اون جلسات رو ببین. حتی لازم نیستش در مورد جلسات براش توضیح بدی. ما ناجی آدم ها نیستیم، ما قرار نیست بیایم اینجا یه چیزهایی رو یاد بگیریم بعد بریم برای دیگران داد بزنیم و به اونها آموزش بدیم. ما قراره یه سری تغییرات تو درون خودمون ایجاد کنیم و اون آدم ها با دیدن این تغییرات، با اون
احساسهایی که در درون ما ایجاد شده، با اون اتفاقهای جدیدی که داره توی زندگی ما رقم میخوره، اونها خودشون کنجکاو بشن، خودشون حساس بشن و بیان از ما بپرسن بگن که چه اتفاقی توی زندگی تو افتاده و بخوان اون تغییر رو توی زندگیشون ایجاد کنن. اون موقع شما میتونید جلسات رو بهش معرفی کنید. پس ازت یه خواهش دارم، قبل از اینکه تغییرات در درون خودت ایجاد نشده و قبل از اینکه آدم‌ها ازت نپرسیدن که چی کار داری میکنی، لطفاً نرو این جلسات رو برای همه آدم‌ها توضیح نده و نخوا اونها هم تغییر کنن، نخوا به اونها بگی که اونها باید چی کار انجام بدن. و این یه خواهش مهمه. چرا بهت اینو میگم؟ چون اگه بری این حرف‌ها رو به دیگران بزنی، به همسرت، به مادرت، به خواهرت، به هر کس دیگه‌ای بزنی، اونها امکان داره در اوایل مسیر وقتی تو هستی شروع کنن به تیکه انداختن، بهت بگم برو بابا مگه خودت چیکار کردی؟ این مثلا چه تغییری توی زندگیت کردی؟ و بخوان این حرف رو بهت بزنن و اتفاقی که میفته اینه که تو هم نسبت به مسیر دل سرد میشی، تو هم مسیر رو نمیتونی ادامه بدی. پس از تو خواهش میکنم که این کار رو با خودت انجام نده. فعلا رو خودت تمرکز کن. خودت انرژیت رو برای خودت بذار تا اتفاقهای خوب رو برای خودت رقم بزنی. حتما سوال بپرس و تجربه هایی که برات توی این مسیر اتفاق میفته رو حتما با من در میون بذار. از سوال پرسیدن نترس، چون تو با چالش های مختلفی توی این مسیر روبرو خواهی شد و اگر سوال نپرسی اون سوال ها باعث میشه تو از مسیر خارج بشی و بهت اجازه نمیده که در مسیر باقی بمونی. پس ازت میخوام که سوال بپرسی ازم. من گروهی رو تشکیل میدم، شما میتونید تو خصوصی از من سوالات رو بپرسی، تو اون گروه جوابها رو میذارم و جلسات پرسش و پاسخ هم که داریم به صورت آنلاین برگزار میشه، میتونی بیای اونجا شرکت کنی و سوالاتت رو بپرسی و اینجوری به مسیر رشد خودت کمک کنی. تمرین هایی که بهتون میدم رو، تمرین ها رو به اشتراک بذارین تا به همدیگه انگیزه بدیم، احساس خوب بدیم، یه جمع پر انرژی و پربار رو کنار همدیگه شروع کنیم و با هم ادامه بدیم تا اتفاقای خوبی برای هممون رقم بخوره. چون مسلما من از شما انرژی میگیرم، شما از من انرژی میگیریم و اینجوری میتونیم این مسیر رو با همدیگه ادامه بدیم. چیز دیگه‌ای که میخوام بهت بگم و در انتها دوباره بهش تاکید میکنم اینه که حتما به خودت یه تعهد بده. اول بیا بررسی کن که برای چی میخوای تغییر کنی، اصلا چرا اومدی تو این جلسات و چه اتفاقی قراره برات بیفته. از اهرم رنج و لذت استفاده کن. اهرم رنج و لذت چیه؟ اهرم رنج و لذت میگه که بیا بنویس اگه 5 سال آینده، 10 سال آینده تو به همین روالت ادامه بدی، به همین مسیرت ادامه بدی و تغییری تو خودت ایجاد نکنی، همین ارتباطی که با همسرت داری، همین احساس‌ها و رنجش‌ها و ناراحتی‌هایی که داری، اگر به اونها ادامه بدی و نیای خودت رو بشناسی و از بند اونها رها نکنی خودت رو و این مسیر رو ادامه بدی، در 5 سال آینده، 10 سال آینده زندگی تو چطوری خواهد بود و اینو به اغراق آمیزترین حالت ممکن بنویسی، به فجیح ترین حالت ممکن بنویسی. این بیماری ها رو میگیرم، این اتفاقای بد برام میفته، رابطه هام دچار خدشه میشه، فرزندانم منو رها میکنن، کارم رو از دست میدم، همیشه افسرده هستم، نمیتونم از زندگیم لذت ببرم، پیری زود هنگام سراغم میاد و هزاران مورد دیگه. و بیا به حالت بهترین حالت ممکن بنویس. اگه 5 سال و 10 سال آینده تو این مسیر قدم برداری و تغییرات رو شروع کنی و یه سری اتفاقات رو برای خودت رقم بزنی، چه اتفاقای خوبی توی زندگی تو میفته، چه تغییرات خوبی توی زندگی تو میفته و اونها رو یادداشت کن که میتونم آدم شادتری باشم، میتونم آدم بشاشتری باشم، دستاوردهای بالاتری دارم، رابطم با همسرم، فرزندم، اطرافیانم، با جهان بهتر شده، با خودم در صلح بیشتری قرار دارم و اونها رو به اغراق آمیزترین حالت ممکن بنویس و سعی کن این موردهایی که نوشتی رو هر روز بررسی کنی، چک کنی و نگاه کنی ببینی که درست چه اتفاقی برات میفته و این انگیزه میشه برای ادامه دادن مسیری که با همدیگه داریم پیش میبریم. پس میخوام اول این رو انجام بدی و یه تعهد هم به خودت هم به من بدی. حداقل 6 ماه این مسیر رو با من بیا.
6 ماه تمرین ها و کارهایی که بهت میگم و انجام بده و ببین داری چه اتفاقی توی زندگیت میفته. تو که هزاران مسیر رو رفتی، هزاران کار رو انجام دادی، این یه دونه هم رو انجام بده. یه سری تغییرات رو توی زندگیت ایجاد کن، ببین چه اتفاقی توی زندگیت میفته و اون موقع بیا ناامید بشو یا امیدوار باش. اون موقع تصمیم بگیر که این مسیر رو میخوای بیشتر ادامه بدی یا میخوای متوقفش کنی. همون اوایل تصمیم نگیر و من ازت میخوام که با من همراه باشی. دوره‌ای که ما با هم دیگه داریم تمرین محوره، یعنی من سعی میکنم تو جلسات متعدد بهتون تمرین بدم. اولین تمرینم که الان بهتون دادم اهرام رنج و لذت بود که براتون توضیح دادم چجوری بنویسینش و چیزی که به شما کمک میکنه تکرار تکرار و تکراره. شاید حتی بعضی از شماها دانشجوی قبلی من باشین و این مباحث رو سر کلاس از من شنیده باشین، اصلا هیچ ایرادی نداره این فکر رو نداشته باشین که این مبحث تکراریه. انسان فراموشکاره، انسان یادش میره مسائل و با تکراره که در باور ما، در ناخودآگاه ما ثبت میشه و ما باید مسائل رو بارها، مسائل درست رو بارها و بارها با خودمون تکرار کنیم. چطور ما اتفاقهای منفی، اون ناراحتیایی که توی گذشته است رو بارها با خودمون مرور میکنیم و اون رنجش و اون ناراحتی رو توی ذهن خودمون میاریم ولی نمیخوایم برای اون چیزهایی که نیک هست، درست هست، این کار رو انجام بدیم. و من میخوام که اگه حتی وقتش رو دارین بارها و بارها بشینین این ویدیوها و صوتها رو گوش بدین، نوت برداری کنین، با هم در موردش صحبت کنین و بتونین رشد خودتون رو رقم بزنین. اگه سوالی نیست بریم سراغ بخش اول، اون هم بحث تغییر کردنه و اینکه اصلا تغییر چطوری به وجود میاد، چرا ما باید تغییر کنیم و چه مانع‌هایی سر تغییر ما به وجود میادش. با من همراه باشیم. خب هر چیزی که ما توی زندگیمون، هر جایی که هستیم، توی خانواده‌ای که هستیم، ارتباطی که با والدینمون داریم، ارتباطی که در شغلمون داریم، همه اونها یه سری حلقه هستن، یه سری دایره هستن و ما توش نقش هایی رو داریم. این نقش من هست، این یه دایره است. مثلا فکر کنیم که دایره شغلی من هستش، این شغل منه و این من هستم، این مدیرم هست، این همکارم هست، این دایره شغلی من هستش. نمیدونم با رنگ سبز خیلی خوب معلوم هست یا نه، با رنگ قرمز هم می نویسم انشالله که با این بهتر معلوم باشه. شغل، این مدیرم و این همکارم. خب ما در یک حلقه ارتباطی با هم دیگه قرار داریم و هر کدوممون توی این حلقه یه نقشی رو داریم. نقش من اینجا چی هست؟ به عنوان یک همکار هستم، به عنوان یک کارمند هستم و یک سری خصوصیات اخلاقی دارم که متناسب با اون خصوصیات اخلاقی مدیرم و همکاران دیگه‌ام با من ارتباط برقرار میکنن. خب و ما دور یک دایره ای هستیم. ببین چرا میگیم دایره؟ به خاطر اینکه دایره هیچ گوشه ای نداره و شما نمیتونی برگردی بگی نقش من پررنگ تره یا نقش مدیرم پررنگ تره یا نقش همکارانم پررنگ تره. شما یه سری خصوصیات اخلاقی داری که متناسب با اون داری با مدیرت ارتباط برقرار میکنی، همکارت یه خصوصیت اخلاقی داره که داره با مدیرت ارتباط برقرار میکنه و نوع رابطه ها با همدیگه اینجا شکل میگیره. دیدیم بعضی موقع ها ما یه همکاری داریم که کارشو درست انجام نمیده، همه وظایفشو میندازه گردن ما و مدیرمون خیلی هم باهاش اوکیه و ما همه کارا رو داریم انجام میدیم دیگه، داریم خسته میشیم، به هم ریختیم و مدیرمون خیلی هم تحویلمون نمیگیره. یا حالا موردهای متفاوت، یعنی برعکس این موضوع، من آدمی هستم که زیاد کار نمیکنم، مدیرم تحویلم میگیره و یه مدل دیگه. من یه سری خصوصیات اخلاقی دارم، یه سری باورها دارم و یه سری احساسات. خب که متناسب با اون در این چرخه دارم نقش خودم رو ایفا میکنم. همکارم یه خصوصیات اخلاقی دیگه ای داره
یه سری باورها و یه سری احساسات دیگه و داره یه مدل دیگه ای رفتار میکنه. این حلقه شکل گرفته. اگه نمیخواست شکل بگیره من از خودش مینداخت بیرون. یعنی اگه اینا نمیتونستیم ما هم مچ بشیم، خب اصلا این حلقه شکل نمیگرفت. مثل خیلی از آدمایی که ما ارتباطمون مثلا اومده طرفم با همون سلام علیکم کرده، گفتگو هم انجام داده، ولی ما اصلا دووم نیاوردیم یا یه شغلایی بهمون پیشنهاد شده ما اونجا نتونستیم بمونیم، به هر طریقی رفتیم صحبت کردیم که جای ما رو تغییر بدن، یا اصلا اون شغل رو رها کردیم حتی انقدر که برامون اذیت کننده بوده. یا مثلا دوستایی که آدم‌های دیگه خیلی خوب باشون تونستن ارتباط برقرار کنن، ما نتونستیم. یا حتی فردی که جنس مخالفی که اومده توی زندگیمون و همه آدما گفتن که این خیلی اوکیه، خیلی خوبه، ولی من نتونستم باش ارتباط برقرار کنم. پس این حلقه با اون آدم‌ها شکل نگرفته، یعنی ما خصوصیاتمون با هم دیگه مچ نشده که بخواد اون حلقه شکل بگیره. پس هر جایی که الان تو هستی یه حلقه‌ای رو تشکیل داده، حلقه ارتباط با همسر، حلقه ارتباط با والدینت، حلقه شغلی، و علت این که تو اون حلقه این مدلی هستی یه سری خصوصیات رفتاری هستش که کماکان داره تو رو تو اون حلقه حفظ میکنه. میخوام اینو بهت بگم، ارتباط های ما پس حلقوی هستش. هر کدوم از ما یه نقش هایی رو داریم که متناسب با خصوصیات اخلاقیمون، باورها و احساساتمون شکل گرفته و این حلقه تمام تلاشش رو میکنه که خودش رو حفظ کنه، تعادلش رو حفظ کنه، یعنی به هم نریزه. یعنی چی؟ یعنی اگه من بیام یه جایی سعی کنم که یه رفتار متفاوتی از دیروزم نشون بدم، حلقه تمام تلاشش رو میکنه که من رو دوباره به رفتار قبلی برگردونه. مثال براتون میزنم چه مدلی. من آدم مهرطلبی هستم، یعنی به همه آدم ها سرویس میدم. اومدم تو جلسات خودشناسی بهم گفتن زیاد نباید مهرطلبی داشته باشی. خب پس یه خصوصیت اخلاقی داشتم، یه سری باورهام داشتم که مهرطلبی رو در من تقویت میکرده و من شروع کردم مهرطلبی رو انجام دادم. بعد متناسب با اون اومدم توی یک کلاسی شرکت کردم، بهم گفته یک سری از آسیب‌هایی که تو داری به خاطر مهرطلبیت هست و مهرطلبیت رو باید بذاری کنار. منم تصمیم گرفتم این کار رو انجام بدم. پس میام مهرطلبیمو میذارم کنار. این همکارم که قبلا یا مدیرم که قبلا داشته از مهرطلبی من استفاده میکرده و میومده خیلی موقع میگفت عزیزم قربونت برم، تو همکار خیلی خوبی هستی، اینو برای من انجام بده، من باید برم یه جایی قرار مهمی دارم باید برم. و من چون مهرطلب بودم نمیتونستم نبگم و آره میگفتم و کارو میگرفتم ولی خودخوری میکردم. حالا این دفعه اومدم توی یه جلسه خودشناسی و یاد گرفتم مهرطلبی نداشته باشم و میگردم به همکارم و معمولا هم اوایل ما بلد نیستیم درست چطوری نبگیم، نه من نمیتونم این کار براتون انجام بدم. حالا چون این حلقه داره از حالت تعادل خارج میشه، خب قبلا من میگفتم آره، اونم با خیال راحت کار میسپرده به من، میرفته و میدونسته من به بهترین شکلم انجام میدم دیگه، اون لازم هم نیست حالا حرفی به مدیر بزنه یا مثلا جوابی به مدیر پس بده. حالا الان متوجه شده که من میگم نه، به هم میریزه، ناراحت میشه دیگه، چه واکنشی نشون میده. به هر طریقی شده سعی میکنه که من رو راضی کنه که دوباره جواب آره بهش بدم. حالا یه طریقش اینه که دوباره میاد میگه قربونت برم، همین یه دفعه رو میخوام بهت بگم، همین یه بار، همین یه دونه رو بر من انجام بده، دفعه دیگه خودم میام انجام میدم. یه بار این کار انجام میده. اگر ببینه شما کماکان مصممیم اینجوری برمیگرده میگه چیه، 2 تا کلاس روانشناسی و خودشناسی رفتی، حالا برای من داری کلاس میذاری، فکر میکنی چه خبره، خودم میشینم انجام میدم، منت تو رو هم نمیکشم. یا اینجوری بهم میگه. یا برمیگرده میگه که ببین جدیدن خیلی خودتو داری میگیری یا جدیدن اصلا خیلی تغییر کردی یا، یعنی میاد روی اون احساسات من دست میذاره، ببینه من برام چی مهمه و من چه مدلی خلع اصلاح میشم و متناسب با همون واکنش رو به من نشون میده. تمام تلاشش رو میکنه که من به حالت قبلی برگردم. حالا اینجا یه موضوع وجود داره.
یا تو مطمئنی کاری که داری انجام میدی درسته و میای این مسیر رو ادامه میدی و کماکان روی نهی که گفتی وای میستی و اون هی زور میزنه و متوجه میشه که نمیتونه تو رو تغییر بده و تو واقعا یه تغییراتی رو داری انجام میدی. پس میره پی کار خودش و اون هم مجبور میشه یه تغییراتی رو انجام بده تا این چرخه بمونه. یعنی تو تغییر کردی، این اول تغییر نکرده، اینم تغییر نکرده بوده، اما چون میبینه تو تغییر کردی، خب یا اینا از زندگی تو هست میشه، اصلا کلا این حلقه از بین میره و تو وارد یه حلقه میشه که سالمتره، یا اینها مجبور میشن متناسب با ویژگی های جدید تو خودشون رو وقف بدن. یعنی این فرد که همیشه از کار در میرفته حالا تصمیم میگیره که دیگه کاراشو خودش انجام بده، چون نفری نیستش مثل تو که بخواد کارا رو مثل قبل براش انجام بده. خب یه مدلش اینجوریه. اگر تو مصمم بمونی و دومین حالتش اینه که انقدر این آدم رو مخت میره و انقدر تکنیک میزنه که تو خلع اصلاح میشی، دوباره به روال قبلی برمیگردی، خسته میشی و همون مرتبی رو ادامه میدی. بعد آخرش میگه که خانم کمالی نمیشه، خیلی سخته، من اعصابشو ندارم، من حوصله‌شو ندارم، با اون کارا رو انجام میدم، میره پی کارش، دیگه خیالم هم راحت میشه. آخه اینجوری روابط هم به هم میخوره، آخه من این دوستم و همکارم رو از دست میدم، آخه مدیرم از دست من ناراحت میشه و تو کوتاه میای. میخوام اینو بهت بگم، تغییر این مدلیه. یعنی تو هر کاری که حتی تو خانوادت بیا یه سری کارا رو انجام بدی، آدم ها تمام تلاششون رو میکنن که تو رو به روال قبلی برگردونن و تو باید در این مسیر مصمم باشی. اما یه نکته دیگه بهت بگم، تو اجازه نداری یک دفعه تغییر کنی به دو دلیل. یکی این که سری خودت کم میاری و برمیگردی به روال قبلی، چون حجم این فشارهایی که از اطرافیان سراغ تو میاد هی بالا و بالاتر میاد، و دو اینکه به آدم‌هایی که قبلا سرویس میدادی و عادتشون دادی به این روال ظلم میکنی، چون اونها یه دفعه نمیدونن باید چی کار کنن و به شدت به هم میرزن. تو باید تغییراتتو آروم و آروم و آروم انجام بدی. پس این آویزه گوشت باشه. هر موقعی که من اومدم در مورد تغییر باهات صحبت کردم، گفتم باید یه تغییراتی رو انجام بدی، با هم مشورت کن، صحبت کن یا فکر کن، ببین که کوچکترین تغییری که میتونی شروع کنی چه تغییریه، از اون کوچولوه شروع کن، نرو یه دفعه گنده. به یکی از دوستان گفتم که تو تا حالا حرف نزدی و این باعث شده که جرأتمندی نداشتی حرفت رو بزنی. بعد رفته بود یه دفعه بار 10 سال 15 سالش رو سر طرف مقابل خالی کرده بود. نه، این مدلی نه، این مدلی تو آسیب میزنی، این مدلی تو در واقعیت داری آدم‌ها رو قربانی میکنی، تو داری خشمت رو خالی میکنی. ما نمیخوایم این کار انجام بدیم، ما میخوایم با خودشناسی رشد کنیم، ما میخوایم با خودشناسی در عین حال که داریم به خودمون احترام میذاریم به دیگران هم احترام بذاریم. ما میخوایم هم خودمون رو ببینیم هم دیگران. ما نمیخوایم که به یه آدم خودخواه تبدیل بشیم، به یه آدم ضربه زننده تبدیل بشیم. تا دیروز اونا به ما ضربه میزدن، ما از امروز بهشون ضربه بزنیم. ما میخوایم یاد بگیریم هم با خودمون در صلح باشیم هم با جهان و اینجوری زندگیمون بهتر و بهتر میشه. پس این از چیزی که اینجا هست. حواستون به این مورد باشه که اگر شما یه سری تغییرات رو شروع کردین و فشارهای اجتماع شروع شد، کم نیارین، راهنمایی بخواین، حرف بزنین و بتونین این تغییر رو پیگیری کنین. موردهای دیگه که شاید تو روند تغییر براتون اتفاق بیفته و تغییر رو براتون سخت کنه، اینکه نخواین سهم خودتون رو در ماجراها بپذیرین. نخواین بپذیرین که آقا من یه سهمی داشتم، آقا تو این اتفاق منفی که بر من افتاده، اگه من از همسرم توهین دریافت کردم، تحقیر شدم، من سهمی داشتم. آقا من تو این حلقه یه نقشی دارم، یه جایی من خودم فضا رو باز کردم که وقتی تو جلسات با من بیاین، من طرحواره‌هاتون رو براتون باز کنم، باورهاتون رو باز کنم، شما حتی متوجه میشین خیلی موقع شما دارین این فضا رو برای تحقیر، برای توهین، برای حتی کتک خوردن دارین شما بازش میکنین. و وقتی که سهم خودتون رو متوجه میشین، میتونین مسائل رو حل کنین. پس من اگه نخوام سهم خودم رو بفهمم و همه چیز رو بخوام بندازم گردن دیگران، اصلا تغییری توی زندگی من اتفاق نخواهد افتاد.
میخوام اشتباهات رو گردن دیگران بندازم، یعنی تمام تلاشم رو دارم میکنم که اشتباهات گردن دیگران باشه، من هیچ نقشی نداشته باشم و اونها باشن مقصر زندگی من. خیلی راحت تره، خیلی راحت تره. من برای همه نرسیدن هام، برای همه نشدن های زندگی یه مقصری دارم. برای ادامه تحصیل ندادنم همسرم، برای جدا نشدنم فرزندانم، برای نمیدونم رشد نکردنم والدینم، برای اینکه عصبی هستم زندگی سبک والدگری پدر و مادرم، طلاق والدینم، برای همه چی دلیل دارم. برای خیلی از نرسیدن هم جامعه رو میتونم دلیل بیارم. من رو از همه مسئولیت ها مبرا میکنم. اما یه سوالم از تو اینه، چه سودی به حال تو داره؟ حالا من اومدم و همه رو گفتم تقصیر دیگرانه. تو آرامش داری؟ تو احساس خوبی رو داری توی زندگی تجربه میکنی؟ تو به اون چیزی که لایقش هستی رسیدی؟ اون اتفاقهایی که میخوای، اون زندگی خوبی رو که میخوای بهش رسیدی؟ تو تونستی از این جهان دستاوردهای خوبی داشته باشی؟ تو تونستی اون تفریح لازم رو ببری، اون آزادی، اون احساس نیاز به قدرتت، نیاز به استقلالت، نیاز به تفریحت، نیاز به بقات، نیاز به عشقت رو تونستی تامین کنی؟ با اینکه همه چی رو داری میندازی گردن دیگران. نه. میتونی سالها این کار انجام بدی و بهت قول میدم در آینده یه پیرمرد یا پیرزن قرقرو و بیمار میشی. هیچ اتفاق جدیدی توی زندگیت نمیافته. این تصمیم توئه. تو اون اهرم رنج و لذتی که بهت گفتم اونجا میتونی اینها رو بنویسی و ببینی چه اتفاقی میفته. بعضی موقع ها ما انقدر خودمون رو درگیر یک کار، یک موضوعی میکنیم که خودمون رو از همه چی رها کنیم. برای مردها انقدر درگیر کار میشه، نه من برای زن و بچه‌م دارم فعالیت میکنم، من برای اونها دارم درآمد کسب میکنم، من به خاطر اونها دارم زندگی میکنم. بابا تو به زن و بچه‌ت اصلا رسیدگی نمیکنی، تو اصلا برای اونها وقت نمیذاری، داری خودتو گول میزنی. یا اینکه من فکر میکنم همه چیزم رو گذاشتم برای بچه‌هام. بچه‌های تو یک والد سالم میخوان، یه والد خوشحال میخوان. بچه‌های تو الگوی مناسبی میخوان، نه یکی که بیاد زندگیشون رو جمع کنه، فقط خونهشون رو تمیز کنه، مشقاشون رو بهشون کمک کنه. بچه‌های تو یه والد خوشحال میخوان، یه والدی که الگوشون بشه، یه والدی که ببینن که برای زندگیش داره تلاش میکنه، یه والدی که نه یه والدی که داره فقط خونه رو تمیز میکنه، پول برای اونها میاره، به مشق‌ها رسیدگی میکنه. بچه‌های تو اون رو نمیخوان. پس خودت رو سرگرم موارد این مدلی فقط نکن. چون تغییر کردن ترس داره و اضطراب به بار میاره، ما خیلی موقع از تغییر کردن فرار میکنیم. وقتی من اینجا میخوام به این دوستم، به این همکارم نبگم، دچار اضطراب میشم. یه رفتاری فراتر از رفتارهای قبلیمه، متفاوت‌تر از رفتارهای قبلیمه و من دچار اضطراب میشم. اتفاقی که میفته اینه که وقتی این اضطراب رو میگیرم، این ترس میاد سراغم، شاید این آدم از دست من ناراحت بشه، من کلا شاید تغییر رو رها کنم و نخوام تغییر کنم. به خاطر همینه که آدم‌های کمی توی دنیا موفق هستن، اعتماد به نفس بالایی دارن، عزت نفس بالایی دارن، چون اونها دارن بهاش رو پرداخت میکنن، اون اضطراب رو دارن تحمل میکنن. مگه میشه توی زندگی شما یه سری کاری رو انجام بدی ولی اضطراب نداشته باشه، ترس نداشته باشه؟ حتی ازدواجش هم که با اون فردی که عاشقش هستی بازم ترس و اضطراب خودش رو داره. کنکور میخوای بدی برای رشد، ترس و اضطراب خودش رو داره. میخوای بری سر کار، ترس و اضطراب خودش رو داره. یه خرید کوچولو میخوای انجام بدی، ترس و اضطراب خودش رو داره. هر چیزی نسبت به خودش ترس و اضطراب داره. و من میخوام ببینم که تو واقعا میخوای تغییر توی زندگیت انجام بدی یا نه، که البته میخوای انجام بدی که اینجا هستی. بعضی از آدم ها پذیرفتن سرنوشتشون همینه. بابام خانم کمالی دیگه از من سن و سالی گذشته، دیگه من الان توی این سن هستم، دیگه من نمیتونم تغییری توی زندگیم ایجاد کنم. سرنوشت من این بوده که با این آدم ازدواج کنم، توی این شغل باشم، توی این شرایط باشم. انتخاب خودته. من نمیتونم
کاری برات انجام بدم. من نمیتونم تو رو مجبور به تغییر کردن کنم. من نمیتونم یه سری چیزها رو به تو تحمیل کنم. تو اگه فکر میکنی این سرنوشته، ادامه بده. ولی تو همون اهرم رنج و لذت برو نگاه کن. برو نگاه کن ببین که اگه همین مسیر رو ادامه بدی، با همین باور ادامه بدی، زندگی آینده تو چه مدلی خواهد شد. مورد بعدی این که میرم دنبال تغییرهای بزرگ. آقا من یه تغییر بزرگ میخوام، یه دفعه میخوام زندگیم کن فیکون بشه. خانم کمال 1 ماه من تو جلسات خودشناسی هستم، هیچ اتفاق خاصی تو زندگیم نیفتاده. آقا تو 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله یه راه اشتباه رو داشتی میرفتی، یه مسیر اشتباه میرفتی. یه ذره صبور باش، یه ذره آروم باش، یه ذره تأمل کن. این چرخه یه دفعه‌ای نمیتونه کن فیکون بشه. با آرامش تو، ما هدفمون اینه که با خودشناسی به آرامش بیشتر برسیم، با احساس لیاقت بیشتر برسیم، نه اینکه خشم هامون رو افزایش بدیم، نه اینکه قرار نیست بدویم تا به یه جایی برسیم. ما قراره که زندگیمون رو روالتر بیاریم، قراره زندگیمون رو قشنگتر کنیم. پس این همه که بخوای با عجله بری دنبال یه تغییر بزرگ باشی، این نشون دهنده کمالگرایی و خودشیفتگیت. اصلا دنبال همچین چیزی نباش. آروم 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 با هم میریم، این روال اتفاق میفته و خیلی تغییرات قشنگی توی زندگی تو پیش میاد. یه چیز دیگه که وجود داره اینه که میایین توی جلسات، از نظر منطقه وقتی من دارم این رو برای شما توضیح میدم، قبول میکنین که حرف من درسته، باور میکنین که حرف من درسته، اما یه اتفاقی برات میفته. احساساتت و باورهات میگه که نه. این منطقت میگه آره. باورهایی که ریشه‌ای از والدینت مونده، از قدیم مونده، به تو میگه نه. میگه تو داری اشتباه فکر میکنی. ترساتو زیاد میکنه، حسای منفیتو زیاد میکنه، اضطرابتو زیاد میکنه. یعنی منطق میگه آره ولی احساسات میگه نه. اون موقع جاییه که حتما باید مشورت بگیری. حتما مشورت بگیر. چون این فکر تو رو از پا در میاره. بعضی از باورها انقدر در درون ما ریشه‌ایه و انقدر خانواده به ما گفتن که باید این مسیر رو بریم که ما اصلا نمیتونیم ازش دوری کنیم. یه مورد دیگه این که منظم و اصولی پیش نمیری. یه روز روی حالا هر موقع وقت کردم فایل رو گوش میدم، حالا هر موقع وقت کردم تمرین انجام میدم، حالا ولش کن. یعنی جزء اولویت اول زندگی تغییر کردن نیست، خودشناسی نیست. گذاشته آخرین اولویت، اگه شد، اگه تونستم، بدون نظم و ترتیبه. خب و این باعث میشه که شما اون تغییر لازم توی زندگی اتفاق نمیافته. بعضی موقع پیش میاد که ما یه عامل مهم رو نادیده گرفتیم. یه چیزی توی زندگی ما وجود داره، یه ریشه خاصی وجود داره، یک مورد خاصی وجود داره که من نادیدش گرفتم و اون داره باعث میشه که من تغییر رو انجام ندم. و اون انقدر مشکل عمیقی هست که تو به تنهایی از پسش بر نمیای. این رو هم باید حتما مشورت بگیری. چون ماها یه سری تکنیک ها بلد هستیم که میتونیم عمق بیشتری رو بررسی کنیم و بهت کمک کنیم ببینیم که چرا تو این شرایط رو داری این مدلی پیش میبری. و چند تا نکته دیگه بهتون میگم و این جلسه رو میبندم، نمیخوام خیلی طولانی بشه. توی مراحل تغییر و توی جلسات که میاین، اول از همه خیلی انگیزه دارین، خیلی حالتون خوبه، خیلی اوکی میاین. بعد سردرگمیتون، اضطرابتون افزایش پیدا میکنه، بعد مخالفت میبینین و وجودتون شروع میکنه به اعتراض کردن. خب بعد میرسیم به مرحله خشم. یه قسمت هایی که وقتی من براتون توضیح میدم خشماتون میاد بالا. من تا دیروز نمیدونستم همچین اتفاقی که توی زندگی من افتاده باعث شده که حالا الان همچین رابطه‌ای رو با همسرم تجربه کنم. من نمیدونستم فلان مورد انقدر تاثیر منفی رو ذهن من گذاشته. پس خشمگین میشین و بعد از یه مدتی به اندوه میرسین، به یه غم، به یه ناراحتی. توی این اندوه شما بین موندن و رفتن دوگانه میشین. یعنی در این حال که امید به تغییر دارین ولی یه مقاومتی هم تو وجودتون
وجود داره که بیخیال نمیخواد ادامه بدیم. میخوام بهتون بگم که با اونجا دقیقاً نقطه‌ایه که باید ادامه بدیم. دقیقاً نقطه‌ایه که اوج رسیدن شما به اون اتفاق قشنگه. خب و لطفاً اونجا دوری نکنیم. لطفاً اونجا یه دفعه تصمیم به ترک دوره نکنیم. چون دقیقاً جایی که قرار بوده شما اتفاق خوب رو برای زندگیتون رقم بزنین دارین ازش فرار میکنین. حتما با هم در میونش بزنین، بهتون کمک میکنم که مسیر رو صحبت کنیم. و یه نکته ای رو در انتها بهتون میگم. برای تغییر کردن و برای ایجاد اتفاقهای خوب توی زندگیمون هیچ وقت دیر نیست. تو هر سنی باشی میتونی خودت رو متولد کنی و اتفاقای جدیدی رو توی زندگیت رقم بزنی. امیدوارم این جلسه به دردتون خورده باشه. تجربه های خوبی رو به دست آورده باشین. حرفام براتون راهگشا بوده باشه. از جلسات بعدی مباحث اصلی رو شروع میکنیم. البته این هم یکی از مباحث اصلی بود که حتما باید بهتون میگفتم. باز هم بهتون تبریک میگم که تا اینجای جلسه با من همراه بودین. برای تغییر خودتون، برای تغییر زندگی خودتون میخواین گام بردارین و ازتون میخوام 2 تا کار رو انجام بدین. برای تمرین جلسه اول اهرم رنج و لذت رو بنویسین و یه تعهد به خودتون بدین. تعهد بدین که حداقل 6 ماه با من همراه باشین، تمرینات رو با جدیت انجام بدین و بذارین اون اتفاق قشنگ توی زندگیتون بیفته. اگه جلسات من به دردتون نمیخورد رها کنین، با خیال راحت برین و اگر جلسات به دردتون میخورد مصممتر ادامه بدین. من خیلی خوشحالم در کنار شما هستم و امیدوارم شما هم همچین حسی رو داشته باشین. ویدیوها در کانال آپارات بارگذاری میشه. هر 2 هفته یک بار جلسات پرسش و پاسخ داریم که در گروه تلگرامی براتون اطلاع رسانیش انجام میشه. کانال اینستای من رو هم که دارین @الهه کمالی دهقان و شما رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.